نشست یکم سران کشورها در چارچوب چین و آسیای مرکزی که 18 ماه سال 2023 در شهر سیان خطای دایر شد و باور بسیاری از ناظران امور تناسب نیروها را در خریطه بازنگر بین المللی فعال در صحنه این منطقه جدا تغییر داد و خطای با استفاده از ضعیف شدن روسیه توانست نقش بازیگر رقم یک و پشتیبان اساسی رژیم‌های حاکم در این قلمرو را از دست مسکو بگیرد و به خود اختصاص بدهد. بنا به خبرها خطای در جریان نشست سیان به دولت‌های آسیای مرکزی وعده 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده است. برای مثال تاجیکستان به شکل گرانت از پکین باز 50 میلیون دلار دریافت کرد و یک بانک خطایی برای ساختن نیروگاه برای تاجیکستان حیاتاً مهم راغون 500 میلیون دلار میدهد. به ساختن نیروگاه راغون دوشنبه نمیتواند نه تنها به اجرای نقشه‌های مربوط به رشد اقتصادیش امید بندد، بلکه توانی حتی با نیروی برق تامین کردن اهالی خود را دیگر ندارد. ولی آنچه که تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور خرد ضعیفتر آسیای مرکزی از خطای به دست آوردند، نظر به آنچه که پکین به دو کشور بزرگ این منطقه ازبکستان و قزاقستان وعده داد خیلی نوچیز به نظر می رسد. از جمله خطای به ازبکستان در عموم 41 قرارداد به مبلغ 25 میلیارد دلار به امضا رساند که نقشه‌های بزرگی چون ساختن سلسله نیروگاه‌ها در ولایت نمنگان و توشکن، بنیاد خطای برق، خریداری لوکوموتیوها برای راه آهن، ساختن کارخانه‌های ماشینسازی و الکترومبیل را در بر می‌گیرد. همین طور پکین به قزاقستان وعده 22 میلیارد دلار سرمایه داده است که توسعه کارخانه‌های نفتی شمکند و لوله نفت و خطای بنیاد کارخانه کارکرد مس و یک کارخانه ماشینسازی از عمده‌ترین طرح‌هایش میباشند. ماه مارس سال جاری رئیس جمهور خلقی چین سی جین پینگ خبر داده بود که پکین ماه می در نخستین سامیت چین و آسیای مرکزی یک نقشه بزرگ رشد مناسبت‌های بین چین و آسیای مرکزی را با رهبران این منطقه در میان میگذارد. ناظران امور بر اینند که در نشست سیان خطای با استفاده از ضعیف شدن روسیه در پی درماندنش در بطلاق جنگ اوکراین بار اول تلاش کرد تا نفوذ خود را بر کشورهای آسیای مرکزی این نوبت بدون ملاحظه به فکر و نظر مسکو بازم تقویت داده جای روسیه را در مقام شریک رقم یک برای دولت‌های این منطقه تنگتر کند. پکین تا کنون در تفسیه طلب‌هایش در آسیای مرکزی با توجه به واکنش‌های مسکو اقدام می‌کرد، ولی ضعیف شدن روسیه در این عرصه خیلی دلیل‌ترش کرده است. کارشناسان نتیجه‌های نشست سیان را قدم اول بدون به نوبت گرفتن نظر مسکو در آسیای مرکزی گذاشته خطای می‌شمارند و می‌گویند باید منتظر قدم‌های نو به نو و باز هم بی‌باکتر پکین در این قلمرو نفوذ تاریخی مسکو شد. از این رو برخی ناظران امور موج نوی افزاینده تعقیبات و فشار بالای مهاجران از آسیای مرکزی را که روزهای اخیر در شهرهای گوناگون روسیه به نظر می رسد به نتیجه های نشست یکم سران خطای و آسیای مرکزی در شهر سیان و با وعده 50 میلیارد دلار سرمایه کشورهای این منطقه را نظر به روسیه به خود نزدیکتر کردن خطای ربط می دهند.